بیلا گردنم و بند باشه مثل که نرم شد گیلک پای نرم نور کردم نه یک دم یکی بس باید نه باش که مزیدتر ببرم چکار شده پا تو؟ همه سکیل رمزون مزد و بچیز دست برزایی کن سکیل رمزون؟ پا تو چه زده خوب؟ سکیل همه یک کوچه دیگه بگشتو همه یک بره تا تیز بیامد مزد با کلمو مزد خاره کسی تایی نمیکنه که بیفته پا تو زده تو سکیل بجون پا تو خور با بیلا بچیز خودیو تو چه اینجا خوی؟ کجا هرچی تو جخ کردم نبیدی چه بابا جغ نکردی؟ کو بابا؟ با خونه خواه خواه بخونه؟ کو برو بابا سنه کو بیا با بیلا سیکو تو سیکو چکار شده؟ سیاه گشتنیه؟ اما دست سگیشت سخته جغ نکرد چوب کو گیلک یک کار دیگه هم هست برارمه چه کاره؟ اگه تو خون ببینی مریضی میشی نه بابا تا کی مریضی میشو؟ همین تو مریضی میشی تا تیال شی بابا ایلانو کمال بابا بشه ساو کن گیره نکن خیره همین با بابا چشم میکنه که بیای بابا ایلان نرده میشته همین قسمت پای ما همین تزاقا رو سیاه شده باد کرده باد کرده؟ بابا میگه جیرا شما برو سیک همین همسای ما رمضان زده بیای بابا بیای شما زنه فنگه گیلک به تاس روی که چکار شده گیلک؟ پای سعی کنه رمضان همسایه پای نگاه کنه شما با بیلا به سکیل بزن به کل بابا بشه دست بزن کنه بابا سیکو تو بابا این کور میده این ندیدی میده تو بله به معلم کوچه بگشتم همین تو سکیل های میکنه آدم تو چرا من غدا نکشیدی؟ به سر آمدی چی نه؟ چه غدا؟ همینجا خواهی شده بود بخور همینجا خواهی شده بودی؟ یک گریه بکن هرچی عباس قیقش بودن شما نشنیدی ای چی فهم که بابا بخوره خیلی؟ من خیلی بودم که آگاه نبودم برای آقای رمضان بجیست برای ما در سرایو بگه تو به چی برمیزیدی و بجیستی هیتا شرف مربوستونی بابا تو پیاده میرفتی؟ وقت کجا بگشتم بیاد آچم گیده سکل بزده و پای بجسته این کور بوده بخبر گیلک برو بخونه برو اکمه منو دست رو رمضان بابا عباس میگه که اگه تو خون ببینی مریضی میشی نیه دروغ ببینی میگه مریضی گیلک
بابا بگیر که پشت بابا بابا گیلا 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 اینه گیلا بابا مریضی شد بابا گیلا بابا مریضی شد گیلا به چی میکنی؟ وخی بره وخی تو رو میخون وخی تیار شدم بابا وخی وخی بابا وخی تو مریضی شدی دیگه سر از امال مریضی راه گرفته میتی دیگه برو رفته برو تو نبودی بودی مانو کی بود میگو بله براتی کجاه برای می او به سرایم صدا کن یک دقیقه خیلیته صدا کتور کردشتی یه گوجه برو صدا کن یک دقیقه خود چی مای ماما نورو چی مایو آه. بزنم تاگش تو چری هم بچه مرمزن هم میجی مکی زدی تو برو صدا کن یک دقیقه رمضانه موتور سوارن تیاری که سوار نی سلام علیکم مامان علیکم السلام میگو نیاز همسایه نمیره قمه چرا مامان همسایه ما شما میره قمه چرا چیکار شده هم بچه من میزنی هم میجی کی زدی کی زده مامان نوروز گیله که نه زدم مامان نوروز پا کی زدو چی خبر تو میگه دارم؟ رمضان مرته به سکیر سوار بیده بسده من کوچه میگیشم بزد با پام از که پای همیتو یک معلمی آده بسده مامان نوروز واقعیت به شما بگم گناه خود به چی شمانه اشته گونه بچه منه میایه به ته کوچه میرخصه اصلا نمیفهمه که این وسط کوچه موتر میایه مثل به چه خود به چه نفهم که از خونه بینی میشم نمیفهمم که به کجا میرن چه کار میکنن این همه میته مثل این به چه نفهمه گناه منیه خود خور به جلوی موتور انداخته کاکا جو موتور سواری یا تیاره ما موتور مامان نوروزی تنیه ما او میگم گناه خودینه یعنی هم میزنه هم میجی هم خدا که من دواخونه کور میبردیم من تو هم در سرام کور برمیدش می آوردیم من نفهمیدم که نرم شده خل نرم شده دیگه ما الا به زمین خورد به وقت هله به زمین خورده مگر تو نربده مامان نوروز ببخشید من تو اون چی بودم برای او که پا یک مالبی هم بسده تو خود خور به جلوی موتور میندازه تو ماد ناق با ما پتاون بودم چه نبردی به دواخونه نبردی کاکا من نفهمیدم که احسان نرم شده دیشته هم میزنه هم نمیفهمه الا به زمین خود بفتاد دیگه هله به زمین ببخشید مامان نوروز شما ببخشید همین خاصیت ما مردم ایراد همینه که مردم بکشیم میگن ببخشید خدا گال من این کارش ما بخشیدنه دیگه گناه خود اینو نگذارین که بیری شد سرا شما به گپ کنه نفهمید انال ما برو مادر خوره کنو بفهمیدی شما که گپ نفهمیدی به همسایه‌داری هم نفهمیدی ما شما به انسانیت هم نفهمیدی میگم بله اینا اشته آدم هایم اینو لالا مایم خود خوبه خان ما بده تو ماد نق بودم اینا نان مادر بیای داستان مادر دیگه تو تماشا کن خلاص لالا اینا سوار رزاری تیار میکنن حق همسایر به سر مایی به داد میکنه من به یاد تو باشه بیا که بریم بیا همین مامان روز راست میگه آنه بده دستکیل بسته پرد خوش کده دو سکیل بشکسته برای کی بشکسته خدا میدونه ای رولا من آنجا نیشته بدنه برو سکو درس نکنه برو چه کاره؟
سکت زدی نه بخزن بیبی من دار بزنم چی نمیگیری باشه من دارم برای خود سکت زدی عبا خودت تنی کنم خجالت هم نمیکشم من بخزنم بیبی بیبی ما سر بکنیم بیبی بیبی نخوری بیبی را نابیدم بیبی چرا نمیزدی که خود سکت من نابیدم چرا برای خود سکت زدی من نفهمیدم بیبی یاد بگه صبر کن دیگه بزنی آخه بیبی یاد بگه بیبی جو بیبی سر کنیم شما بزن بیبی بزن گیلا کامی بیاقله و تا کوچه کرا میره اینتا میرسه تان میکنه نمیفهم ما یک پیشه میرفتم نو بیا ما خوربان ده بجره محل بخورد به زمین اشتر هیلی بخور بانه بزن کنم باک کرده بیبی جو من نفهمی گناه خود نه به خدا و تا کوچه میرسه تاون بودی که ببینم تو سه علت نکنم اینجا بازم ببین تاون برا تاون گیلک اصول بود بیبی موتور سوار میشم با چقدر رو میزنم آره بیبی یعنی دوست هست بگیر خیلی هم آره دوست هست بگیر بیبی یعنی بیستی دوست چی میشه وزو؟ دوست اینو بگیر خیلی بیبی خیلی عباس خیلی بیبی بگیر بیبی جدی بگیر بیبی برو دار برو برو بخورش کن برو اوه بیدا اینا کتومت نفت بودم عبده مغزا سر منی بیری که این مادر از ایش تله باتی بیدا برادرها خوب شد در شهر از اینا خلاص شده میتونی باره بانه تومت نفت گیلا خیریاته چه میلنگی خیریاته میلنگی چکار شده سکل زدمه تو که سکل زوری حال یاد نداری نه سکل من همین عمل رمضان همسایه بزد به کل ماما او بجیس او ترزا پام از دیفونت گرفته نرم شده پاتو نه نرم شده حالا بسته گناه کی بود گناه تو بودی از او نه او من گناه دارم او از اکوشو میری شدک بزد به کل ماما بجیس تو رفیق این تو به کوچه همی تا 7-8 را میری من که میگم یاره گناه از اون مسلمان شاید نباشه خیلی نرم شدی پیار من میره برفتی مثل که بزدی بیدک مادر میره موزد نزدی بیدم با بیبی من برفتی بیدک بیبی من واپس برفتی بیدم همون گذاره میره رمضان زدی بیدم خب بیبی تو چرا بره بزنه بیبی تو چرا بزنه پولت داشتی رفت مرستوندم 2.5 ساعت یا کل دور اجون بیبی من گفت اگه گذد گل به سر من بباره جیرو همه سر تو همون گذد گوجاری به کجیرو همه رمضان باف کردم که تیار خوشحالی تو برای اینجا سیمن به غلو جمع کرده دو خرا برات ازم میرفتم دور اجون خدای نخواسته اگه یک پا تو دست تو سر تو یک جای مشکست شما چکار میکردیم مثلا تو اون بیشتر میدادن خیر بینه حادثی هست اگه حادثه پیش میشه مردم حادثه میکنه دور اجون دست پای مشک نگذه بیبی خورن رای کردی در سرای ها پیار من رای کرده بیدم چرا گناه داره؟ نه ثواب هم داره برو بخیر بری از یه بعد حل رو